سلام، خیلی خوش اومدین به کانال. تو این ویدیو هستم در مورد نحوه محاسبه مک‌نامبر، فرمول اون و همچنین انواع سرعت‌های مک‌نامبر و تاثیر اون بر ایرودینامیک هواپیما حرف بزنم. خب مک‌نامبر چی هستش؟ اینجا یک فرمولی آوردم که نسبت ترو ایر اسپید به لوکال اسپید آف سانت هستش. توی ویدیویی که در مورد لوکال اسپید آف سانت هستش و لینکش رو اینجا میذارم توضیح دادم که چجوری سرعت صوت رو محاسبه میکنیم و تاثیر سرعت صوت توی دماهای مختلف رو ما بررسی کردیم. توی این بخش هم میخوام ببینیم که مک‌نامبر رو چجوری محاسبه میکنم. میزان ترو ایر اسپید هواپیما رو اگه ما مثلا فرض کنیم که حدودا 500 نات باشه، میخوام ببینیم که مک‌نامبر این هواپیما چی هستش و چجوری محاسب میشه. خود فرمولش به این صورت هستش: لوکال اسپید آف ساوند (38.95 ضرب در رادیکال تی). توی اینجا ما میخوایم ببینیم اول دمای نقطه اون بخش توی 15000 پا حدودا دمای هوا چقدر هستش. به صورت حدودی و تقریبی ما میگیم که به ازای هر 1000 فیت 2 درجه ما کاهش دما رو داریم. پس 15000 تقسیم بر 1000 در 1000 میشه 15 ضرب در 2 میشه 30 درجه. یعنی ما 30 درجه کاهش دما رو خواهیم داشت، چون به ازای هر 1000 فیت ما 2 درجه هستش. 15000 پا پرواز کرده، 15 تقسیم بر 1000 پا میشه 15000 تقسیم بر 1000 میشه 15 و ضرب در 2 میشه 30 درجه. ما 30 درجه کاهش دما رو داریم و سرعت و میزان دما توی آیزا و ارتفاع صفر و سطح زمین ما گفتیم که 15 درجه هستش. 15 درجه منهای 30 درجه میشه منفی دما منفی 15 درجه، منفی 15 درجه سانتیگراد. خب اگه این منفی 15 درجه سانتیگراد رو بخوام به کلوین تبدیل کنیم، گفتیم که کلوین دماش برابر با سانتیگراد به اضافه 273 که میشه منفی 15 به اضافه 273 برابر با 258 درجه کلوین. خب این 258 درجه کلوین همین رادیکال تیش رو باید حساب کنیم. تی چون واحدش اینجا بر حسب کلوین هستش. رادیکال 258 برابر میشه با 16.06 و 38.95 ضرب در رادیکال 16 به ما عدد 625 میاد و لوکال اسپید اقساند ما شد 625. حالا سرعت ترو ایر اسپید هم گفتیم که این هواپیما 500 نات سرعت ترو ایر اسپید هستش. مک‌نامبر هم گفتیم که سرعت ترو اسپید نسبت به لوکال اسپید آف ساوند که میشه 500 تقسیم بر 625 که برابر ما 8 دهم ماخ رو نشون میده یا 8 دهم مک‌نامبر، یعنی مک‌نامبر ما شد 8 دهم. این نحوه محاسبه مک‌نامبر هستش. حالا میخوایم ببینیم که این 8 دهم مک‌نامبر یعنی چی و وقتی که ما میگیم که مک‌نامبر یک هواپیما 8 دهم هستش یعنی چی. شما یک این توده فشار و هوا هستش که ما تو اینجا نشون دادیم و این رو به عنوان یک هواپیما در نظر بگیریم و این هواپیما وسط این توده فشار هستش و اطراف این هواپیما رو لایه‌های فشاری احاطه کرده. تو این حالت هواپیما در حالت استاتیک هستش. اگه هواپیما رو ما توی یکم جلوتر رسم کنیم یا اینجا رسم کنیم و لایه‌های فشار رو نزدیکتر بریم، یعنی هواپیما به سمت جلو حرکت کنه و لایه‌های فشاری و هواپیما نزدیک لایه‌های فشاری بشه، یعنی به این صورت باشه. توی این حالت هواپیما با افزایش سرعت و سرعت گرفتن باعث میشه که هواپیما لایه‌های فشار در اصطلاح نزدیک اونها بشه و بتونه از اونها رد بشه و هنوز توی این مرحله هواپیما از لایه فشاری رد نشده، ولی باعث شده که هواپیما سعی کنه اونها رو پشت سر بذاره. توی این مرحله ما سرعت مک‌نامبر ما بیشتره، یعنی هواپیما سعی کرده که خودش رو نزدیک به سرعت صوت بکنه. توی مرحله بعدی اگر سرعت هواپیما خیلی بیشتر بشه
لایه‌های فشار ما خیلی نزدیک هواپیما میشه و هواپیما خودش رو سعی میکنه که توی این بخش باشه که مثلا تو اینجا حدودا میشه نزدیک 1 ماه. یعنی هواپیما داره سعی میکنه که خودش از لایه فشاری عبور کنه و از اونها سبقت بگیره. و اگه هواپیما از این سبقت بگیره و از لایه فشاری بگذره، ما میگیم که هواپیما رسیده به مرحله سوپرسونیک و سرعت میزان مک‌نامبرش از 1 بیشتر شده. توی این مرحله ترانسونیک میگن، یعنی مرحله‌ای که داره از سرعت صوت رد میشه و این مراحل که هنوز اون فشار لایه صوتی رو نشکسته و اون فشارهای هوا و قبل از فشارهای لایه هوا هستش، بهش مرحله سابسونیک میگن که حدود 14 الی 17 ماه هستش. اینجا براتون نوشتن که میزان مک‌نامبر کمتر از 14 که میشه سابسونیکه که سرعتش کم هستش، بین 14 الی 17 سابسونیکه که خب سرعتش بیشتره، بین 7 تا 1.2 مرحله ترانسونیک هستش و بالا 1.2 مرحله سوپرسونیک هستش. و اینجا توی فرمولی که ما محاسبه کردیم و سرعت مک‌نامبر شده 8 یعنی مرحله هستش که کم کم داره نزدیک به سرعت سونیک میشه و کم کم میخواد از این فشارهای هوا عبور کنه، فشارهای لایه هوا عبور کنه و نزدیک به سرعت صوت بشه. بحث بعدی در مورد تاثیر دما و ارتفاع بر روی مک‌نامبر هواپیما هستش. ما توی تعیین لوکال اسپید آف ساوند گفتیم که با افزایش میزان دما، میزان لوکال اسپید آف ساوند ما بیشتر میشه و با کاهش اون کمتر میشه. و توی ارتفاعات بالاتر خب چون دما کمتر میشه، لوکال اسپید آف ساوند ما در نهایت کاهش پیدا میکنه. و طبق این فرمول مک‌نامبر میبینیم که لوکال اسپید آف ساوند ما هر چقدر کمتر بشه، چون مخرج کسر هستش، میزان مک‌نامبر ما بیشتر میشه. پس ما انتظار داریم که توی ارتفاعات بالاتر ما مک‌نامبر بیشتری رو داشته باشیم. خب میدونیم که با افزایش ارتفاع هم میزان تروی اسپید ما، اگر ایندیکیتد ایر اسپید ما با یه ایندیکیتد ایر اسپید یکسان ما ارتفاع بگیریم، تروی اسپید ما زیادتر میشه چون چگالی هوا کمتر میشه. و گفتیم که توی ویدیویی که مربوط به تفاوت انواع سرعت ها بود که لینکش اینجا میذارم براتون، گفتیم که هر چقدر ارتفاع بالاتر باشه، برای اینکه بتونیم به اون ایندیکیتد ایر اسپید ثابت ما برسیم، باید میزان تروی اسپیدمون زیاد باشه که بتونه به اون ایندیکیتد ایر اسپید و اون فشار دینامیکی لازم رو داشته باشه. پس در نهایت با افزایش ارتفاع تروی اسپید هم خب اگر ایندیکیتد ایر اسپید ما گفتم ثابت باشه، زیادتر میشه. توی این نمودار اگه مشاهده کنید، ما با افزایش ارتفاع اگر با کالیبریت ایر اسپید و ایندیکیتد ایر اسپید ثابتی ما پرواز کنیم، با افزایش ارتفاع میزان تروی اسپید به شدت میره بالاتر و میزان ایکویوالنت ایر اسپید، سرعتی که مربوط به همون کامپرشن و کرکت شده کالیبریت ایر اسپید نسبت به کامپرشن بر روی سطح پیتو هستش. می‌بینیم که چون ارتفاع افزایش پیدا میکنه و در نهایت میزان تروی اسپید ما زیاد هستش، میزان کامپرشن سر پیتو هم افزایش پیدا میکنه و وقتی ارورش حذف میکنیم، در نهایت میگیم که ایکویوالنت ایر اسپید کمتر میشه با افزایش ارتفاع. توی این فرمول هم ما میبینیم که گفتیم که مک‌نامبر برابر تروی اسپید تقسیم بر A هستش. A اینجا همون سرعت لوکال اسپید آف ساوند ما هستش یا LLS که همون سرعت صوت هستش و تروی اسپید ما گفتیم که برابر با ایکویوالنت ایر اسپید تقسیم بر رادیکال میزان چگالی. میدونیم که با افزایش ارتفاع میزان چگالی کمتر میشه و چون میزان چگالی کمتر میشه، نسبت ایکویوالنت ایر اسپید تقسیم بر اون چگالی هوایی که کمتر شده چون توی مخرج هم هستش، باعث میشه تروی اسپید ما بالاتر باشه. و خب توی این فرمول به این نتیجه میرسیم که با افزایش ارتفاع میزان تروی اسپید ما بیشتر میشه و همچنین مک‌نامبر ما هم به دلیل اینکه لوکال اسپید با ساند ما کمتر شده و تروی اسپید ما بیشتر شده، در نهایت مک‌نامبر ما بسیار بالاتر میشه در شرایطی که ما با ایندیکیتد ایر اسپید ثابت پرواز کنیم و اوج بگیریم.
خب اگر با یک مک نامبر ثابتی ما پرواز کنیم و ارتفاع بگیریم به چه صورت میشه؟ با افزایش ارتفاع چون لوکال اسپید آف ساند ما کمتر میشه، اگر مک نامبر ما بخوایم ثابت باشه، شما فرض کنید مک ما ثابت و لوکال اسپید آف ساند ما کمتر بشه، اینجا باید ترو ایر اسپید ما هم کمتر بشه که بتونیم با یک مک نامبر ثابت پرواز کنیم و به سمت بالا بریم. پس اینو ما باید متوجه بشیم که اگر با مک نامبر ثابت بخوایم پرواز کنیم، میزان ترو ایر اسپید ما کمتر میشه و ارتفاع بگیریم، یعنی در واقع. ولی اگر با یک ایندیکیتد ایر اسپید ثابت ما ارتفاع بگیریم، اون موقع میزان ترو ایر اسپید ما افزایش پیدا میکنه. چرا؟ طبق فرمولی بالا که اینجا توضیح دادم خدمتتون گفتم که چون چگالی هوا با افزایش ارتفاع کمتر میشه و هواپیما نیاز داره که در اصطلاح بیشتر بدو تا اون ایندیکیتد ایر اسپید ثابتی که داشته رو بتونه دریافت کنه، در نهایت با ایندیکیتد ایر اسپید ثابت میزان ترو ایر اسپید ما در هنگامی که ارتفاع میگیریم و کلایمب میکنیم بیشتر میشه. حالا برعکس، اگر که ما ارتفاعمون کمتر کنیم و دیسنت کنیم، وقتی که ما دیسند رو شروع میکنیم و بخوایم با یک مک نامبر ثابت دیسند رو انجام بدیم، لوکال اسپید آف ساند ما چون هوا گرمتر میشه و ارتفاع پایین پرواز میکنیم بیشتر میشه و در نهایت ترو ایر اسپید ما هم افزایش پیدا میکنه اگر با یک مک نامبر ثابت پرواز دیسند رو شروع کنیم. توی ایندیکیتد ایر اسپید هم اگر با یک ایندیکیتد ایر اسپید ثابت دیسند رو شروع کنیم و بیایم پایینتر، میزان ترو ایر اسپید کمتر میشه. چرا این اتفاق میفته؟ گفتیم که چون چگالی بیشتر میشه و هواپیما نیاز سرعت ترو ایر اسپید کمتر نیاز داره که نسبت به اون ایندیکیتد ایر اسپیدی که هستش به اون برسه و اون فشار دینامیکی لازم رو پیدا کنه. خب رابطه بین ایندیکیتد ایر اسپید و مک نامبر به چه صورت هستش در دیسند یا کلایمب؟ حالا ما ابتدا در فاز دیسند بگیم که رابطه بین مک نامبر و ایندیکیتد ایر اسپید به چه صورت میشه. وقتی که ما با یک ایندیکیتد ایر اسپید ثابت بخوایم دیسند شروع کنیم، خب لوکال اسپید آف ساند ما بیشتر هستش به خاطر اینکه خب دما افزایش پیدا کرده و میزان ترو ایر اسپید ما هم کاهش پیدا میکنه. چرا؟ چون وقتی ارتفاع میاد پایین، میزان شگاری هوا افزایش پیدا میکنه و هواپیما اون ترو ایر اسپید کمتر نیاز داره که به اون ایندیکیتد ایر اسپید ثابت و تعیین شده برسه. تو این حالت نسبت ترو ایر اسپید به لوکال اسپید آف ساند میبینیم که کمتر میشه، پس در نهایت میزان مک نامبر ما هم کمتر میشه. خب اگر تو حالت همین دیسنت مک نامبر ما ثابت باشه چه اتفاقی میفته؟ یعنی اگه سعی کنیم مک نامبر ما ثابت باشه با مک میتری که تو بخش اینسترومنت هواپیما هستش و بخوایم مک ما توی حالت دیسنت ثابت باشه، خب در این صورت چون مک ثابت هستش، اولا چون هواپیما ارتفاع کم میکنه و دیسند میکنه و هوا گرمتر میشه، در نهایت لوکال اسپید آف ساند ما باز افزایش پیدا میکنه، سرعت صعود افزایش پیدا میکنه به دلیل اینکه گرما زیادتر شده. و ترو ایر اسپید ما چی میشه؟ چون مک ثابت میشه، پس ترو ایر اسپید هم باید افزایش پیدا کنه که این نسبت مک ثابت بمونه، پس در نهایت ترو ایر اسپید ما هم افزایش پیدا میکنه. وقتی که ارتفاع کم میشه، ترو ایر اسپید نسبتش نزدیکتر میشه به ایندیکیتد ایر اسپید و اندازش نزدیکتر میشه. در این حالت ولی خب برای اینکه ماکو ثابت نگه داریم گفتیم ترو ایر اسپید بیشتر باید باشه و این باعث میشه که ما سرعت هواپیما خیلی افزایش پیدا کنه و در نهایت ایندیکیتد ایر اسپید ما هم افزایش پیدا میکنه. چون ترو ایر اسپید ما از حالت معمول اون حالتی که بخوایم برای ایندیکیتد ایر اسپیدی که نیاز هست برسه بیشتر میشه، بیشتر از اون حالت میشه، در نهایت باعث میشه که ایندیکیتد ایر اسپید هواپیما افزایش پیدا کنه وقتی که بخوایم مک ما ثابت باشه. توی حالت کلایمب به چه صورت هستش؟ ما حالت دیسند رو گفتیم و الان میخوام حالت کلایمب رو بدونیم به چه صورت هستش. توی حالت کلایمب وقتی هواپیما کلایمب میکنم، فرض کنیم که میخوایم مک نامبر ثابت بمونه. وقتی که مک نامبر رو بخوایم ثابت نگه داریم و هواپیما کلایمب میکنه،
یعنی لوکال اسپید آف ساوند در حالت کلام کلا کاهش پیدا میکنه چون هوا سردتر میشه و ترو اسپید هم باید کمتر باشه که مک ما ثابت بمونه و گفتیم تو حالت عادی وقتی که با ایندیکیتور ایر اسپید ثابت پرواز می‌کنیم ترو اسپید افزایش پیدا میکنه چون هوا دقتش کمتر میشه ولی تو این حالت میبینیم که تو ریر اسپید کمتر میشه نسبت به حالت اینکه ایندیکیتور ایر اسپید رو ثابت نگه داریم و باید کمتر باشه تا این عدد ماکسیما ثابت باشه در نهایت تو این حالت ایندیکیتور ایر اسپید ما کمتر میشه و وقتی تو حالت کلایم وقتی ما بخوایم ایندیکیتور ایر اسپید رو ثابت نگه داریم تو این حالت هم خب باز لوکال اسپید آف ساوند کاهش پیدا میکنه گفتیم که با ایندیکیتور ایر اسپید اگه ثابت باشه ترو ایر اسپید با افزایش ارتفاع ترو ایر اسپید هم بیشتر میشه و در نهایت مک ما افزایش پیدا میکنه خب ما 4 تا سناریو نوشتیم که توی دیسنت و کلایم با ثابت نگه داشتن ایندیکیتور ایر اسپید یا مک نامبر هر کدوم از اینها چه اتفاقایی برای هواپیما رخ میده حالا ببینیم که کدومی که از اینا خوب هستش و کدومی که از اینا بد هستش و چه کارهایی توی پرواز انجام بدیم که پرواز سیفی داشته باشن توی دیسنت وقتی که ما گفتیم که ایندیکیتور ایر اسپید ثابت باشه مک نامبر کاهش پیدا میکنه و این برای ما تا حدودی نرمال هستش با ایندیکیتور ایر اسپید ثابت ما دیسندمون انجام بدیم ولی خب وقتی بخوایم مک نامبر ما ثابت باشه میبینیم که ایندیکیتور ایر اسپید افزایش پیدا میکنه و این افزایش ایندیکیتور ایر اسپید یک اصطلاحی رو ایجاد میکنه که احتمال داره این افزایش سرعت در نهایت باعث بشه که هواپیما از VMO خودش سرعتش بیشتر بشه VMO چی هستش؟ VMO در اصطلاح Velocity Maximum Operation هستش Operating هستش این سرعت حتی اکثر سرعتی هستش که هواپیما میتونه بدنش تحمل پذیر باشه دوام بیاره کنترل پذیر باشه و هواپیما از لحاظ ساختاری بتونه در مقابل این سرعت دوام بیاره و از لحاظ بدن و بال و سطح هواپیما در مقابل این سرعت مشکل ایجاد نکنه براش و بالاتر از VMO هواپیما از لحاظ کنترل پذیری مشکل ایجاد پیدا میکنه از لحاظ پایداری ساختاری مشکل ایجاد میکنه مشکل فلاتر به وجود میاد و پس این مشکل و موقعی که ما دیسنت انجام میدیم وقتی که مک نامبر ثابت باشه باعث میشه که احتمال داشته باشه از VMO ما بگذریم خب پس این در نهایت یک حرکت اشتباه و یک تصمیم گیری اشتباه هستش که بخوایم با مک نامبر ثابت دیسنت کنیم توی حالت کلایم چی اگه توی حالت کلایم با مک نامبر ثابت کلایم کنیم میبینیم که ایندیکیتور ایر اسپید ما کاهش پیدا میکنه و خب این برای ما خب نرمال هستش یعنی در واقع اوکی هست و مشکلی برای پرواز ایجاد نمیکنه ولی وقتی که بخوایم با ایندیکیتور ایر اسپید ثابت ما کلایممون انجام بدیم میبینیم که اینجا مک نامبر افزایش پیدا میکنه و افزایش مک نامبر باز اینجا یک سرعتی احتمال داره از حدش بگذرونه که به اون سرعت MMO میگن MMO چی هستش ماکسیموم آپریتینگ هستش یعنی ماخی که هواپیما از اون بیشتر نشه مثلا هر هواپیما یک حد مک نامبر برای خودشون داره چرا از اون بیشتر چه اتفاقی میفته ما یک مک فری استریم داریم یعنی اون سرعتی که در کنار هواپیما هستش اون جریان‌های هوایی که اگه هواپیما فرض کنیم جریان هوایی که به سمت هواپیما میاد و به صورت فری استریم هستش سرعت صوت اینا رو ما در نظر میگیریم که بهش میگم فری استریم مک نامبر سرعت دیگه‌ای که داریم سرعت مک لوکال هستش چه تفاوتی بین مک لوکال و مک فری استریم هستش طبق همان تعریفی که برای اونها گذاشتم و اسمی که برای اونها نوشتم و هستش لوکال خب بخش موضعی و نقطه اون هواپیما هستش سرعت مک اون نقطه خاص هواپیما هستش توی چه نقاطی از هواپیما ما سرعت زیادی داریم ما گفتیم که توی مواصع پایه‌ای ایرودینامیک سابسونیک
سرعت روی سطح بال بیشترین حد ممکن هستش و بین نواحی مختلف هواپیما روی سطح بال میزان مولکول‌های هوا نسبت به جای دیگه بیشترین حد ممکن سرعت خودشون رو دارن و ما می‌بینیم که توی شرایط مثلا وقتی که فری استریم حتی مک فری استریم ما 7 دهم باشه 7 دهم ماخ باشه، احتمال داره مک لوکال ما روی سطح بال از یک گذشته باشه. یعنی توی سطح لوکال، بخش لوکال ما شاهد سوپرسونیک باشیم، سرعت هوای سوپرسونیک باشیم و روی سطح فری استریم ما سرعت 7 دهم داشته باشیم و هنوز به سرعت مک 1 نرسیده باشه و سرعت سونیک نرسیده باشه. پس ما یک سرعتی تعریف می‌کنیم به اسم MMO که به ما نشون میده که توی سطح نواحی که سرعت هواپیما بسیار زیاد هستش، مثل روی سطح بال، که توی این سرعت MMO نزدیک به 1 میشه و نزدیک میشه به این که هواپیما به حالت سونیک و دیوار صوتی بشکنه و برسه به سرعت صوت. حالا چرا ما نمیخوایم هواپیما از سرعت صوت عبور کنه و نزدیک سرعت صوت بشه؟ توی هواپیما، البته این موارد توی هواپیما مسافربری هستش، چون ایرودینامیک هواپیما مسافربری جوری طراحی شده که از سرعت سونیک بالاتر نمیتونه پرواز کنه و باعث استال هواپیما میشه. توی حالت MMO و بیشتر از اون دیوار صوتی رو میشکنه و این اتفاق باعث میشه که هوای تجمع شده که روی سطح بال و روی هواپیما هستش یک ضربه به سطح بال بده و اون جریان فلوی که روی سطح بال بشه ازش جدا بشه که به اصطلاح بهش میگن شاک تاک. و توی این شاک تاک وقتی که به هواپیما وارد میشه دیگه لیفتش از دست میده و بعد از سرعت ماخ، یعنی بعد از MMO، در واقع هواپیما اون لیفت لازم برای بالا رفتن و موندن توی هوا رو از دست میده کامل و هواپیما دچار استال میشه. مورد بعدی مورد مکتاک هستش. توی مکتاک هم به این صورت هستش که وقتی که اینجوری نوشته میشه، من توی استادی دیگه اینجا آوردم براتون. ما گفتیم که خب اینجا یه بار دیگه به صورت خلاصه بگم VMO اگه هواپیما سرعتش از VMO بیشتر بشه باعث میشه که سازی هواپیما نتونه تحمل داشته باشه، پدیده فلاتر رو شاهد هستیم و همچنین کنترل پذیری هواپیما از بین بره و هواپیما کنترل پذیری نداشته باشه. سرعت MMO وقتی از این بیشتر بشه ما شاک تاک رو داریم که امواج ضربه گفتم خدمتتون و همچنین از دست دادن کنترل هواپیما باز ما داریم و همچنین مکتاک. مکتاک یعنی چی؟ وقتی که هواپیما از سرعت مک بیشتر میشه، سنتر آف پرشر که روی سطح بال هستش که بهش میگن CP به سمت عقب سریع حرکت میکنه. این سنتر آف پرشری که به سمت عقب روی سطح بال حرکت میکنه، اینجا بنویسم، و این سنتر آف پرشر که به سمت عقب تر میره باعث میشه که نوز هواپیما به سمت پایین بیاد. وقتی نوز هواپیما به سمت پایین بیاد، هواپیما در واقع شیجه میزنه و داگ میکنه و این شیجه زدن هواپیما باعث افزایش سرعت میشه و این افزایش سرعت دیگه غیر قابل کنترل هستش و هواپیما با شیب بسیار زیادی به سمت پایین میاد که به این اصطلاح مکتاک میگن. خب پس در حال ما فهمیدیم که هم MMO و هم VMO برای هواپیما بسیار خطرناک هستش و خب ما دیدیم که توی حالت دیسنت نباید با مک ثابت دیسنت کنیم که در نهایت باعث گذر از VMO میشه و توی حالت کلام هم نباید با ایندیکیتد ایرسپید ثابت کلام کنیم چون باعث گذر هواپیما از صورت MMO خودش میشه و برای هواپیما سیف نیست اصلا. یه موردی هم هستش که میزان MMO توی هواپیما 8 تا 9 هستش و معمولا توی این رنج هستش. مباحث این بخش در مورد مک نامبر و VMO MMO، نحوه محاسبش و نحوه تغییرش توی ارتفاعات مختلف توی کلام و دیسنت توضیح دادم. در ادامه ویدیوها در مورد انواع شاک ویو و همچنین اکسپنشن ویو توضیح خواهم داد. اگر از این محتوا خوشتون اومد لطفاً لایک و سابسکرایب کنید که باعث افزایش دلگرمی ما میشه. خیلی ممنونم از توجه شما.